اونی هم که از قزوین اومده بودم یادته؟ توی دفتر رفیقم نشسته بودیم که گوشیم از مغازه زنگ خورد، گفتن یه نفر اومده اینجا میگه فقط با خودش کار دارم. جوری ترسیدم که بلندی و برداشتم و سری پریدم رو موتور، رسیدم مغازه، تازه فهمیدم داستان چیه. همونی هم که از قزوین اومده بودم یادته؟ اومدم روغن اینو عوض کنم. تیگو تیه چه گویی برادر من، ترسیدیم بابا. ماشین 26 تا کار بود و مشکلش این بود که موقعی که یه ذره داغ میشه توی ترافیک، موقع شروع حرکت اولیه شروع میکنه به لرزوندن. مشکل از روغن گیربکس بی‌کیفیتش بود که توی این کیلومتر تعویض نشده بود. پس ما هم دادیمش بالا و آچارمون رو ورداشتیم و کشیدیم به جون ماشین. واقعا توی کارم روغن گیربکس دبل کلاج به این خرابی ندیده بودم که حتی با دیدنش اهالی محلم شوکه شده بودن. پیچ تخلیه گیربکس که بستیم، رفتم از پایین روغن رو آوردم و آماده کردیم و دستگاه رو چاقیدیم و هل دادیم توی ماشین. کار که تموم شد و ماشین اومد پایین، رفتم بالا فاکتور رو بزنم که دیدم این آقای عجیب غریب حتی به نقاط امن مغازه ما هم ورود زده. موقع رفتنم مثل دفعه قبل، ولی این دفعه دو دستی و محکمتر ما رو مالید و گفت ببم جان بیا قزوین برات جبران میکنم.